زنجبیل یکی از قدیمی ترین داروهای گیاهی شفابخشه که از هزاران سال پیش مورد استفاده مردم هند و برخی دیگه از نقاط آسیا بوده. همچنین استفاده از این گیاه تو برخی کشورهای آمریکای جنوبی هم رایجه. زنجبیل که گیاهی زرد و دارای طبع گرمه یکی از مواد غذایی پرکاربرد هم محسوب میشه که بیشتر مواقع مورد استفاده اقوام شرق قرار میگیره. از ریشش به صورت خشک شده یا به صورت پودر و هم به عنوان نوعی ادویه تو غذاهای مختلف و برخی نوشیدنی ها استفاده میشه. بریم سراغ خواصش. شماره 1 لاغری. خوراکی هایی که خاصیت گرمازایی دارن میتونن با افزایش سوخت و ساز بدن موجب کاهش وزن بشن. با این حساب خواص زنجبیل برای لاغری غیر قابل انکاره، چون که با بالا بردن مصرف انرژی برای سوزاندن چربی سرعت سوخت و ساز رو تو بدن بالا میبره و روند کاهش وزن رو سریع میکنه. استفاده از زنجبیل خام برای لاغری بهتر قبل از وعده‌های غذایی مصرف بشه. کافیه که کمی زنجبیل تازه رو رنده کنید و با آب لیمو مخلوط کنید. همچنین میتونید یه تیکه کوچیک زنجبیل رو تو دهانتون بجویید. بهتره بدونید زنجبیل کالری نداره و با کم کردن اشتها و ایجاد احساس سیری تو کاهش حجم چربی‌های دور شکم بسیار موثره. شماره 2 حالت تهوع. از گذشته‌های دور از زنجبیل به عنوان داروی موثر برای دریازدگی استفاده می‌کردن. بعضی از شواهد نشون میده که زنجبیل میتونه به اندازه داروهای تجویزی تو درمان حالت تهوع موثر باشه. این گیاه شگفت‌انگیز حتی میتونه حالت تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی و شیمی درمانی رو تو بیماران سرطانی تسکین بده. شماره 3 شوره سر. یکی از خواص زنجبیل برای مو درمان شوره سره، چون که زنجبیل خاصیت قارچ‌کشی داره و میتونه جایگزین مناسبی برای شامپوهای موضعی باشه. نحوه مصرف زنجبیل برای درمان بسیار ساده است. فقط کافیه پودرش رو با آب ترکیب کنید و روی موهای سرتون اسپری کنید یا از خواص روغن دارچین و زنجبیل استفاده کنید. قبل از اینکه بریم برای ادامه ویدیو، اگه از مطالبی که در اختیارتون گذاشتیم خوشتون اومده و دوست دارید ویدیوهای بیشتری در این باره ببینید، علاوه بر لایک کردن روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. زنگوله کنارش رو حتما فعال کنید تا از ویدیوهای جدید جا نمونید. شماره 4 سرماخوردگی. یکی از راه‌های خلاص شدن از سرماخوردگی‌های ویروسی استفاده از خواص پودر زنجبیله، چون که زنجبیل حاوی ماده‌ای به نام دکنژستانه که میتونه احتقان رو رفع بکنه. خواص زنجبیل و عسل و لیمو با ترکیب آب جوش و تهیه یک چای داغ میتونه طول درمان بیماری رو کوتاه بکنه. شماره 5 سرطان. این روزا متاسفانه خیلی از افراد سالمند و جوان قربانی بیماری سرطان میشن، اما بهتره بدونید خواص دارویی و درمانی زنجبیل میتونه رشد غیرعادی سلول ها رو کنترل بکنه. خاصیت ضد سرطانی زنجبیل به دلیل جنجروله، به همین دلیل به بیماران سرطانی توصیه میشه روزانه از خواص زنجبیل خام و تازه استفاده بکنن. شماره 6 کبد چرب. یکی از خاصیت‌های مهم زنجبیل اینه که میتونه به درمان کبد چرب کمک بکنه. زنجبیل حاوی آنتی‌اکسیدان‌های بسیار قویه که به کاهش تریگلیسیرید خون کمک میکنن که در نتیجه به درمان کبد چرب کمک میکنه. علاوه بر این مصرف زنجبیل باعث میشه خطر ابتلا به سرطان کبد هم کاهش پیدا بکنه. شماره 7 میگرن. اکثر سردردها به دلیل التهاب تو رگ‌های خونی ایجاد میشن. زنجبیل باعث میشه که التهاب موجود تو رگ‌های خونی کاهش پیدا بکنن که در نتیجه باعث تسکین سردرد و میگرن میشه. برای این منظور بهتر مقداری زنجبیل رقیق شده رو روی پیشونی قرار بدید تا سریعا درد رو ساکت بکنه. در آخر اینکه اگه دوست دارید راجع به خواص صماق بیشتر بدونید، این ویدیو مخصوص شماست.